بسم الله الرحمن الرحیم. بریم ببینیم چی افتاد. انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صفحه 194 سوره توبه. چی جالب. با تجهیزات سبک و سنگین شتابان به سوی میدان نبرد حرکت کنید و با اموال و جانهایتان در راه خدا به جهاد برخیزید. این برای شما بهتر است اگر دانا به آثار سودمند جهاد باشید. لو کان ارضا قریبا و سفرا قاصدا الا تبعوک ولکن من بعد بعودت علیهم الشقت. غنیمتی در دسترس قرار داشت و راه سفر آسان بود. مسلماً از پی تو می آمدند، ولی پیمودن راهی طولانی پرمشقت به نظرشان طاقت فرسا آمد. نیتی داشتم چیز خوبی آمد. و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. به زودی پس از بازگشت پیروزمندانه شما به خدا سوگند میخورند که اگر قدرت داشتیم حتی به شما بیرون می آمدیم. آنان خود را با سوگند دروغشان به هلاکت می اندازند. خداوند می دانند که آنان بی تردید دروغگویند. عفی الله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. چرا پیش از آن که راستگویان برای تو مشخص شود و دروغگویان را بشناسی به آنان اجازه ترک جنگ دادی؟ بله، قابل توجه آتش بسی که انجام دادیم. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله و الیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین.